خواهر عزیز، وقتی در بیگالایف و واتساپ و وایبر با مردهای بیگانه سخن میگویی، این سخن پروردگارت را فراموش نکن که برایت چی میفرماید. خداوند در آیه 32 سوره احزاب به تمام زنهای این امت میفرماید: استعیذ بالله فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العظیم. یعنی پس در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی که در دلش بیماری است طمع کند و سخنی شایسته بگوید. یعنی با مردان نرم سخن نگوید، چون که وقتی با آنها نرم سخن میگوید، آن کسی که در دلش خواهش فحشا و زیناست به سوی شما مایل می شود. پس آنگاه آبرو و ناموس شما، عفت و پاکدامنی شما زیر خطر واقع می شود. اما وقتی ضرورت پیش آید به قدر ضرورت سخن گوید، نه بیشتر از آن، و هرگز سخن را دراز کشیده و نرم سخن نگوید. خواهر عزیز، در این سخن پروردگارت کمی اندیشه کن که این حکم برای آن زنانی هست که با مرد بیگانه در حالت ضرورت به قدر ضرورت سخن میگویند که باید نرم سخن نگویند. اما تو که ساعتهای دراز با تلفن موبیلی یا با واتساپ و وایبر یا در بیگالایف با مردان بیگانه سخن میگویی و با لباسهای تنگ و نیم برهنه و شهوت انگیز خود را برای آنها نشان میدهی، همراه آنها سخنان شهوت انگیز میگویی یا مینویسی، وقتی همراه همسبقانت اکه و خواهر گفته قهقه و شوخی های محرمانه میکنی، باری هم در این سخن پروردگارت اندیشه کرده ای؟ خواهر عزیز، به خود بیا، فریب این دنیای زودگذر را نخور. با این رفتار تو شیطان خیلی خوشنود می شود، اما فراموش نکن که خدا و آفریدگار تو از تو خیلی ناراض می شود و شاید که در همین دنیا غضب و عذاب پروردگارت دامنگیرت شود. العیاذ بالله. خواهر عزیز، آیا میخواهی که پروردگارت از تو راضی شود؟ پس به خاطر الله هرگز با مردهای بیگانه سخن مگو، مگر در حالت ضرورت به قدر ضرورت سخن بگو و در آن هم هرگز با نرمی سخن مگو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. که حکم خالق یزدان چنین است، زنی خوشبخت میگردد که راهش مسیر امهات المؤمنین است. سپر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است، مشو یک لحظه